سلام، من جاویدم و خوش اومدیم به یه ویدیو از چنل خودتون سینما گیم. توی قسمت قبل یه ویلیجر بریدر درست کردیم که ویلیجراشو نیاورده بودیم. حالا قراره از روستای پشت سرمون دوتا ویلیجر ببریم واسه ویلیجر بریدرمون. برو که بریم. حتما کاراشون هم باید بکنیم که به مشکل بر نخوریم توی فار. وایسا اینا من سوار قایقش کنم. دوباره یه کار دیگه گرفت. باید همه کاراشونو بکنم. خب تو بیا سوار شو. آفرین. اینم دومی. اوکیه. لیدم آورده بودم. اوکیه. با لید میبرمشون خیلی راحت تر. داشت یادم میره و چند تا هویجم ببرم واسه یه مزرعهشون. شب شده خطرناکه، اول بخوابیم بعد میریم خونه. اینم از در آهنی، یه کلید این ور و یه کلیدم این ور. یه در آهنی هم باید اینجا بذاریم و دوتا کلیدم بغلش. سلام. نری بیرون، نری بیرون. بذارید ساختار فارمو هم بهتون توضیح بدم. ویلیجرهای گنده کلشون گیر میکنه به طرفدار، نمیتونه از اینجا رد شن، اما ویلیجرهای بچه از اینجا میفتن پایین و از اینجا هم ریل کشی میکنیم به بالا ترینینگ هال و هر جا که دلمون خواست. بذارید ببینم فارم درست کار میکنه. یه بچه ویلیجر از اینجا میفته پایین. اوکی. خب اینم از این. اوکی. نوبتی هم باشه، نوبت فارم آهنه. خب من دیگه چیزی نمیگم تا این فارم ساخته بشه. اگه میخوایدم طریقه ساختش رو بهتون بگم حتما توی کامنت ها بهم بگید. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. دمتون گرم. یه دونه فرم لاوا هم درست کردم چون نیاز داشتم. الان اگه لاوا بذاریم اینجا
از اون قندیلا از پایین میفته توی این سطلا، نگاه کنید. این بعد از مدتی پر از لاوا میشه. اوکی. روش هم بپوشونیم یه مشکلی پیش نیاد. بیاید از بیاید پایین. برو پایین. یه برو پایین. حالا باید منتظر بمونیم تا یکیشون یه چیز بگیره دستش. این دیرت گرفته دستش. یه دونشون هم هو گرفت. یه دونشون هم که آرمور طلایی بهش. خب اینم از این. حالا باید ترابدورا رو باز کنیم که این یه دونه بیفته داخل. این یه دونشون، اینم یکی دیگهش. حالا باید بریم بیرون. ای وای نزن دارن میمیرم. برو بالا. عنکبوت اسکلت هم سوارش شده. قرار و برقرار ترجیح میدی. خب اینم از فارم آهن. مثل این چیز میزه اضافی از اینجا بردارم. تا الان 37 آهن تولید شد. اوکی. اینم پر از لاوا شد. بذار برش داریم. حالا باید بذاریم تو خونه بغلی که دوباره لاوا تولید بشه توی سطل بغلیش. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید. دوباره نمیگم که دیگه لایک و ساب یادتون نره. تا قسمت بعد، بدرود.